سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 2 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 25 تغییرات کادری در مقامهای رهبری وزارت کارهای داخله. نشر عکس و نام حملگران به کلیسا در استانبول، یکی از تاجیک است، امیرجان خالقوف. علم شاهزاده از منبر سازمان ملل محمد شایوه را به فروختن اسرار دولتی عیبدار کرد. وقتی حتی رئیس سود پاره میگیرد، باز 2 سودیا را برای پوره‌خوری از کار پیش کردند. تهدید حکم زندان به شهرزاد فاضلوف برای تیرپرانی و حمله به پلیس در مسکو. و اکنون تفصیلات خبرها. اخیراً در ساختارهای رهبری دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ریاست‌ها و شعبه‌های میلیشیا در ولایت و شهر و ناحیه‌های گوناگون یکباره 25 تغییرات کادری به عمل آورده شد. روز 2 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان کادرهای را که به وظیفه‌های مسئول رهبری کننده وزارت کارهای داخله تعیین گردیدند به حضور پذیرفته از آنها خواسته است که صادقانه و از روی وجدان به خلق و دولت خدمت کنند و کمش 2 زبان خارجی را بدانند. از میان این 25 تعیینات از جمله پلکوونیک غیرتچان مبارک شاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی، گنرال مایور رستم شفیزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، گنرال مایور حسین خلیزاده سردار ریاست کادرها و کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخله، پلکوونیک پولاد نصوریان سردار اکادمی وزارت کارهای داخله، پلکوونیک سید احمد محمد جانزاده سردار ریاست تحقیق، پلکوونیک حاتمزاده سید احتم به وظیفه سردار ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه یا اوباب و پلکوونیک ابیب قهوری فرزند وزیر سابق کارهای داخلی، گنرال عبدالرحیم قهاروف سردار ریاست همکاری‌های بین المللی وزارت کارهای داخله تعیین شدند. طوری از تغییرات برمی‌آید از گنرال‌های اخیر برکنار شده تنها سید نقش رحمانزاده که قبلا معاون وزیر بود به وظیفه سردار مؤسسه نقلیاتی وزارت کارهای داخله تعیین شده است که هرچند وظیفه رفغانین است ولی برای نفر صاحب رتبه گنرال چندان بلند و شایسته به نظر نمی رسد. دیگر برکنار شده ها از جمله داماد وزیر گنرال شادی حفیظزاده و سردار سابق ریاست کارهای کادرها سهراب رمضانزاده که مگی چند روز پیش از افراد خیلی پرنفوذ در وزارت کارهای داخله به شمار می رفتند به یگان وظیفه نو تعیین نشدند. منبع بامداد گفته بود که گویا از بالا چنین دستور شده است که آنها را دیگر به وظیفه‌های رهبری کننده پیشنهاد نکنند. در موافقت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزارت کارهای داخله اینها به وظیفه‌های زیرین تعیین گردیدند. از آن جمله پلکوونیک میلیشیا مبارک شاهزاده غیرتشاه به وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گنرال مایور میلیشیا شفیزاده رستم به وظیفه سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، گنرال مایور میلیشیا خلیزاده حسین به وظیفه سردار ریاست کادرها و کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گنرال مایور میلیشیا رحمانزاده سینخش به وظیفه سردار مؤسسه نقلیاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا نصوریان پولاد به وظیفه سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا محمد جانزاده سید احمد به وظیفه سردار ریاست تحقیق وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا میرعلیزاده عبدالجبار به وظیفه سردار ریاست تأمینات مادی تکنیکی و نظامی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا قهاری حبیب به وظیفه سردار ریاست همکاری‌های بین المللی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا میرزازاده جامی به وظیفه سردار خدمات شناسنامه‌دهی و بقیه‌گیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک خدمت داخلی رحیمزاده دولتبی به وظیفه سردار ریاست طبی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، پلکوونیک میلیشیا حاتمزاده سید احتم به وظیفه سردار ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکلانه، پلکوونیک میلیشیا خالقزاده بهادر به وظیفه معاون سردار ریاست او نیز سردار قسم منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان عاید به ناحیه‌های کولاب، پلکوونیک میلیشیا محمدزاده دوران به وظیفه معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان، پلکوونیک میلیشیا برهانیان عالمجان به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر بختار ولایت ختلان، پلکوونیک میلیشیا حیدرزاده شیرعلی
به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان، پدپرکوونیکی میلیسیا نظرزاده منوچهر به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه یوان ولایت ختلان، پدپرکوونیکی میلیسیا سعیدزاده ظفر به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه کوشانیان ولایت ختلان، پدپرکوونیکی میلیسیا ابراهیم زاده کمال‌الدین به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه دوستی ولایت ختلان، مایور میلیسیا یوسف زاده عبدالستار به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه ناصر خسرو ولایت ختلان، پدپرکوونیکی میلیسیا شودی زاده جمشید به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، پدپرکوونیکی میلیسیا عبدالله سلیمان به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان، پدپرکوونیکی میلیسیا کریمی رحمت الله رسول زاده به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه، پدپرکوونیکی میلیسیا قلندرزاده علی جان به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سوخت، مایور میلیسیا سمدزاده رجبالی به وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه شهرستان ولایت سوخت، پدپرکوونیکی میلیسیا برهانزاده زاکر به وظیفه سردار شعبه رقم 2 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه رودکی. با نتیجه گیری از جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفت تعیین شده تامین ولایت قانون، صلح و ثبات کامل، امنیت دولت، ترتیبات جمعیتی، پیشگیری از همه گونه قانون ویرانکنی، مبارزه با ضد قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد نشه‌دار و ماده‌های پسیخوتروپی، خرید و فروش غیر قانونی زمین، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا، آشکار و پیشگیری نمودن همه گونه عوامل‌های خلل‌دار کننده آرامی و ثبات در مملکت و دانستن 2 زبان خارجی را وظیفه هر کارمند وزارت کارهای داخلی نامیده است. او افزود است که کارمندان مقامات حفظ حقوق باید پیوسته با مردم همکاری نموده عرض و شکایت مردم را بررسی نمایند، برای سر وقت آشکار نمودن جنایت و پیشگیری تمام شرایط و امکانات موجوده و دانش و مهارت کسبیشان را استفاده برده ولایت قانون را تامین نمایند، صادقانه و پاک وجدانانه به خلق و وطن خود خدمت نمایید، تاکید کرده است پرزیدنت در انتهای صحبت. وزیر عدلیه ترکیه ایلماس تونچ 2 فوریه سال 2024 در شبکه ایکس خبر داد که در رابطه به حمله خونین به کلیسای کاتولیکی در شهر استانبول 25 نفر از جمله شهروند تاجیکستان امیرجان خالقوف و شهروند روسیه دوید تندویف به حبس گرفته شدند. در جریان تحقیقات آغاز کرده دادستانی کل استانبول در رابطه به قتل شهروند تونچر جهان هنگام ادای نماز در کلیسای مری مقدس در نویه سریور شهر استانبول حکم حبس 25 گمانبر شونده صادر شد، از جمله حکم حبس امیرجان خالقوف و شریک او دوید تندویف که به عضویت در داعش و تیرباران شهروندان ایبدار می شوند. این 25 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و کشتار برقصدانه به حبس گرفته شدند. 9 متهم دیگر شرطاً آزاد کرده شدند، خبر داد ایلماس تونچ. قبلا هم زادگان تاجیکستان و روسیه همچون متهمان اساسی در حمله به کلیسای استانبول نام برده می شدند، ولی در مطبوعات تنها حرفای اول نامه‌های آنها نشر شده بود. وزیر عدلیه ترکیه نخستین شده نام کامل هر 2 متهم اساسی را نشر کرد. بررسی پرونده 34 متهم در حمله به کلیسا روز پنجشنبه 1 فوریه دایر شد. داستان حبس همه این 34 نفر را تقاضا داشت، ولی دادگاه در نهایت تنها 25 نفر را به حبس گرفت و 9 نفر دیگر با گرفتن زبان خطشان در مورد تا انجام تفتیشات ترک نکردن شهر استانبول جواب داد. به این 34 نفر بر اساس کودکس جنایی ترکیه برای عضویت در سازمان تروریستی از 7.5 تا 15 سال زندان و برای آنهایی که به واسطه در کشتار دست دارند حتی تا حبس عمرباد تهدید میکند. در عموم در چارچوب این پرونده 60 نفر دستگیر شدند، 26 نفر آنها را از ترکیه الکی اخراج کردند. تاجیکان مقیم استانبول میگویند اکثر افشودگان و اخراج شدگان زادگان تاجیکستانند. از جمله شماره زیادی از تاجیکستانیان را همان روز انجام حمله 28 ینور در منزل دستگیر کردند که از بخت بعدشان امیرجان خالقوف یکی از 2 متهم اساسی در حمله به کلیسا نیز در همین منزل با آنها یک جای اجاره می نشست. یادآور می شویم روز یکشنبه 28 ینور سال 2024
هنگام ادای نماز پیشین 2 نفر مسلح نقابپوش وارد کلیسای تولوی کاتولیکی مری مقدس شده بالای نمازگزاران تیر کشیدند. چند نفر تیر خورده شهروند ترکیه تونچر تورسون کشته شد. سازمان تروریستی در بسیار کشورهای جهان ممنوع دولت اسلامی مسئولیت حمله استانبول را به دوش گرفت. 2 گمانبر اساسی را خود همان روز 28 ینور دستگیر کردند. در همین حال رسانه‌های ترکیه درباره حمله به کلیسا و حملگران جزئیات نو را نشر می‌کنند. از جمله نشریه‌های ترکیه خبر دادند که یک بخش عظیم دستگیر شدگان هنوز ماه دکبر سال 2023 می‌توانستند به دست بیافتند ولی اون وقت خلاص خوردند. به اصطلاح نشریه متهمان اعضای داعش خراسان یک بخش سازمان تروریستی داعش است که اساساً در افغانستان و پاکستان مستقر شده است. پلیس استانبول قسمای جدا کرده هر 2 پیستولت را که در حمله به کلیسا استفاده شده بود پیدا کرده است. یکی از این تفنگچه‌ها هنگام حمله از کار مانده بود. لباس و نقاب‌ها را که حملگران آن روز پوشیده بودند نیز از قوطی‌های پرداخت پیدا کردند. حملگران از ماشین استفاده بردند که رقم‌های پولچه را داشت و هنوز 1 سال قبل به ترکیه وارد شده. این همه وقت استفاده نمیشد. این ماشین را بعداً در یک کنار شهر استانبول پیدا کردند. رسانه‌ها خبر دادند که کنسول پولشا در استانبول ویدولت لسنیاک و اهل خانواده او نیز در روز حمله در کلیسای مری مقدس حضور داشتند ولی معلوم نیست که آیا هدف اساسی حملگران کنسول پولشا بود یا حضور او در کلیسا تصادف بود. نشریه دیگری ترکیه خلق تیوی درباره بیانات باز یک تاجیکستانی دیگر در چارچوب این پرونده دستگیر شده نکات جالبی را نشر کرده است. به اطلاع این نشریه عبدالموسر گلبایف 46 سال داشته اشتراکچی جنگ شهروندی در تاجیکستان است و سال 2006 در ترکیه به سر میبرد. گلبایف را سال 2016 به دلیل عضو داعش بودنش از ترکیه اخراج کردند ولی او توسط ولایت کوهستانی و غیر قانونی به اینجا برگشته است. گلبایف را سال 2017 از نو دستگیر کرده این دفعه به مصر اخراج کردند. او از آنجا به اوکراین و سپس به قرقیزستان رفته باز هم به ترکیه برگشته است ولی این دفعه با شناسنامه قلبکی. بعد بازداشتش گلبایف درباره 2 هموطن خود بیان داده است. یکی از آنها با نام دلبشو رستم و به گفته گلبایف گویا یک پیستولت خریده بود ولی آن را قبل از بازداشتش در یک جنگل در منطقه استانبول پنهان کرده است. نفر دومی که مفتشان از گلبایف درباره‌اش پرسیدند عبدالکریم عبدالله نام داشت. در بین جنگجویان با لقب بلال معروف بوده است. او را در وقتش نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر کرده 1 سال در حبس نگاه داشتند ولی از تاجیکستان بودنش را اثبات کرده نتوانستند و مجبور شدند که همچون افغان جوابش دهند. گلبایف گفته است که عبدالکریم عبدالله و عبدالقادر ماشریپوف یک زاده ازبکستان که شب سال نو 2017 در یک کلوب شبانه استانبول 39 نفر را کشت در افغانستان در یک اردوگاه تروریستان و زیر رهبری یک استاد تعلیم گرفته بودند. گلبایف همچنین بیان داده است که گویا عبدالکریم عبدالله 4 اتومات کلاشنیکوف 40 مگزین و چند پیستولی دارد. گلبایف به مفتشان همچنین درباره یک زاده آذربایجان با لقب انس معلومات داده او را یک آدم مهم داعش نام برده است. انس در ناحیه پندق استانبول شیرفروش بود ولی در اصل یک مورد مهم سازمان تروریستی داعش به شمار می رود و امر دستورهای رهبران داعش و همین طور پول و وسایل برای انجام عملیات‌های آن در استانبول فرستاده می شد. روز 31 ینور سال 2024 در اجراسیه کمیته سازمان ملل متحد اوید به برهم دادن تبعیض حقوق زنان در شهر ژنو مسئله ژورنالیست و فعال زندانی از بدخشان الفت خانم محمدشاه و مطرح شد. گزارشگر سازمان ملل رنگیت دیسیلوا دی آلویس با ذکر اینکه در تاجیکستان چندین خبرنگار و حامی حقوق از میان زنان بازداشت و حبس شدند از جمله ژورنالیست پامیری و حامی حقوق الفت خانم محمدشاه و از اعضای هیئت رسمی تاجیکستان پرسید که محمدشاه و مشخصاً به چه ابزار می شود؟ آیا حقوق او و شخصان دیگر به مرافعه ها عادلانه تا کجا تامین شده است؟ از نام هیئت تاجیکستان به این سوال عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پاسخ داد. او در سخنرانیش الفت خانم محمدشاه را به ویران کردن چند بند قانون از جمله تشکیل گروه متشکلانه جنایتی، دعوت مردم به اعتراض و بی‌ترتیبی ها و به خارجیان دادن اسرار دولتی عیب‌دار کرد. محمدشاه در دوشنبه پیوسته با خادمان مخصوص کشورهای خارجی ملاقات کرده مواد دارای سر دولتی را پیشکش میکرد. به یک گروه جنایی تشکیل شده هم داخل بود
و آن بینظمی‌های بسیار خطرناک تشکیل کرد که ساختارهای حفظ حقوق قانون و об'єкт‌های استراتژیکی را هدف قرار میداد. اظهار داشت علمشاهزاده، ولی او نگفت که محمدشاه چه سری دولتی تاجیکستان را میتوانست بداند و به خارجیان پیشکش کند. علمشاهزاده در سخنرانیش بار دیگر اعتراضگران بدخشان را به آن ابدار کرد که اولین شده به نیروهای الفا حمله آورده یک افسر این واحد کمیته دولتی امنیت ملی را کشتند و شورای طرف مرز خطا را بسته مانع حرکت ماشین‌های برکه شدند که از این اقتصاد ولایت مختار کوهستان بدخشان ضرر دیده است. الفت خانم محمدشاه و 8 می سال 2022 در منزلش در شهر دوشنبه و اتفاقا در روز دستگیر شد که مقامات با استفاده از نیروی ویژه و سلاح اعتراضها در شهرک ومر مرکز نوحه روشن را در ولایت مختار کوهستان بدخشان سرکوب کردند. بنا به اعتراف مقامات در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان در عموم بیش از 30 نفر کشته شدند. اکثر آنها محض در ومر به هلاکت رسیدند. ماه دکامبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان الفت خانم محمدشاه را به 20 سال زندان محکوم کرد. شفر سابق او گنرال خولباشف به حبس عمرباد محکوم شد. محمدشاه فعلا در زندان نورک یگانه زندان زنانه تاجیکستان ادای حکم میکند. دادستان کل تاجیکستان ماه ینور سال 2023 در یک اظهارات ویژه گفت که محمدشاه و الفت خانم برای جلب و تشکیل اتحاد جنایتی، آدمکشی و سوءقصد به آن، تروریسم و به دیگران دادن لوازمات جنگی و یراق آتشفشان، خیانت به دولت، با زورآوری غصب نمودن حاکمیت یا دعوت عمومی برای با روی زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با استفاده زورآوری، دیگرگون کردن ساخت کنستیتوسیونی، ناآرام نمودن وضع سیاسی و اجتماعی، دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی به 20 سال زندان محکوم شد. الفت خانم محمدشاه و رهبر سازمان انصاف و ناموس و استاد سابق دانشگاه اسلاویانی که 66 سال دارد روز 7 می سال 2022 یک روز قبل از بازداشتش هر نوع دست داشتن خود در تشکیل اعتراضها را رد کرده بود. چندین سازمان بین المللی از جمله کمیته امریکایی دفاع از ژورنالیستان رهایی الفت خانم محمدشاه و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری را طلب کردند. به باوری حامیان حقوق اتهامات ضد محمدشاه و بافته بوده در اصل مقامات تاجیکستان این عضو فعال جامعه شهروندی را برای فعالیت ژورنالیستیش و مبارزش برای حقوق انسان از جمله برای حمایتش از حقوق اقلیت‌های پامیری تحت تعقیب قرار دادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سردار تفتیشات شهر مسکو خبر داد که پرونده زاده تاجیکستان شهرزاد فوزیف 23 ساله که ماه اکتبر سال 2023 در شهر مسکو از تفنگچه پنیوماتیکی 2 زن را زخمی کرد. به بالای این هنگام بازداشت به پلیس مقاومت نشان داده بود به دادگاه سپرده شده است. او بر اساس ماده 212 کودکس جنایتی روسیه به افباشی با استفاده از سلاح و بر اساس ماده 318 به زورآوری نسبت به پلیس عیبدار می شود. به شهرزاد فوزیلوف برای افباشی تا 7 سال زندان و برای حمله به پلیس تا 5 سال دیگر تهدید می کند. خود شهرزاد فوزیلوف و یک دوستش که نیز شاهد عین حادثه بود برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات روز 28 اکتبر سال 2023 در ایستگاه اتوبوس در کوچه سوفیا کاوالیوفسکایا در شمال مسکو تیری از پیستولت پنیوماتیکی به زمین خالی کرده فوزیلوف از اسفالت جسته به دست یک جوانزن زده است. این جوانزن که با کودکش در ایستگاه منتظر اتوبوس بود از شهرزاد و دوستی او که سیگار میکشیدند خواهش کرده بود است که کمی دورتر سیگار بکشند تا دودش به دماغ کودک او نرسد. شهرزاد فوزیلوف هنگام فرار در اتوبوس به طرف یک زن دیگر نیز از پیستولتش تیر خالی کرده هنگام بازداشت به کارمندان پلیس مقاومت نشان داده است. یولیا ایوانووا سخنگوی سراسر تفتیشات شهر مسکو شام 28 اکتبر بدون نشر نام گمان شونده خبر داد که نسبت به یک زاده تاجیکستان در رابطه به عملهای افباشانه در شمال مسکو پرونده جنایتی گشودند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 30 ینور سال 2024 با امضای یک فرمان یکباره 3 سوجه یا دادرس دادگاه‌های ولایت ختلان را از وظیفه آزاد کرد. اما اگر جعفرزاده لطفت قلندر با سبب رسیدن به سن نهایی دادرس از وظیفه رئیس سود ناحیه دوستی به قبل با آب رو رفته باشد، 2 دادرس دیگر
عبدالرحمنزاده بختیار از وظیفه رئیس سود نویه 5 و مجیدزاده فردوس از وظیفه سودیه شهر لیوکند بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند آزاد کرده شدند. این عبارت در فرمانهای پرزیدنت معمولا وقت استفاده می شود که سودیه ها برای یگان عمل کروپسیونی اساساً برای گرفتن پوره به دست افزوده باشند. بنا به اطلاع دریافتی دادرس دادگاه شهر لیوکند فردوس مجیدزاده در حقیقت چندین کار افتاده برای بود کردن کارشان مبلغ بزرگ تمام کرده است. تفصیلات بیشتر پرونده این دادرس همکنون سابق هنوز دسترس نشده است، ولی در مورد رئیس اینک سابق دادگاه نویه 5 ولایت ختلان عبدالرحمنزاده بختیار سامانه فرج روز 26 ینور سال 2024 خبر داده بود که او از جانب ریاست ولایتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا بازداشت شده به گرفتن 122,000 سامانه در چند حالت عیبدار می شود. بنا به اطلاع منبع نشریه در اگنتی مبارزه با کروپسیا بازداشت رئیس دادگاه نویه 5 عبدالرحمنزاده نصف روزی 25 ینور در اتاق کاریش به وقوع پیوسته است. او را شب در بازداشتگاه ریاست مبارزه با کروپسیا ولایت ختلان نگاه داشته صبح 26 ینور به شهر دوشنبه انتقال دادند. گفته است این منبع اگنتی کردارهای عبدالرحمنزاده را با ماده‌های گرفتن پوره و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بند و بست و نسبتش پرونده جنایتی باز کرده است. یادآور می‌شویم که قانون در قسم 3 ماده 319 برای منصبداران دولتی که از جانب سود در گرفتن پوره گناهکار دانسته می‌شوند همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان و در قسم دوم ماده 314 برای سوء استفاده از منصب همچون جزا جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای صبح‌ها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال را مقرر کرده است. یک نشان دهنده برای صبح‌ها امسال 72 سامانه را تشکیل می‌دهد. رئیس میتوان گفت مکنون سابق دادگاه نویه 5 بختیار عبدالرحمنزاده سال 2018 به این وظیفه تعیین شده بود. او از آن پیش به حیث سودیه در سود نویه فردوسی شهر دوشنبه کار میکرد. دادگاه‌های تاجیکستان از نهادهای از همه فساد زده در این کشور به شمار میروند. کارافتادگان میگویند بدون دادن پوره حل کردن یگان مشکل در دادگاه‌های تاجیکستان با یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است. در تاجیکستان تقریبا 400 دادرس کار میکنند. همه آنها با فرمانهای پرزیدنت تعیین و برکنار میشوند. هر سال پرزیدنت امامعلی رحمان فرمان برکناری چندین دادرس را با جرم صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند امضا میکند. بنا به حسابها در سالهای آخر تقریبا 40 سودیه یا تقریبا 10% دادرس‌های جمهوری با چنین جرم ترک منصب کردند. اکثر آنها محض هنگام گرفتن پوره به دست میافتند، ولی مقامات عادتا از شر پرونده های دادرس‌های به دست افتاده خودداری میکند. کارمندان باجخانه فرودگاه کلتسوو شهر یکاترینبورگ روسیه از بغاج یک زن تاجیک مسافر پرواز دوشنبه یکاترینبورگ 44 کیلو مال‌های مذهبی از جمله بیش از 200 تسبیح، 48 روی مال، 17 توقی، 19 جای نماز، 12 سچاق و 100 شیشه برای رنگ و بار چشم پیدا کردند. کارمندان باجخانه گفتند که این زن به جای پر کردن اعلامیه گمرکی میخواست از رورو سبز گذرد. به گفته کارمندان باجخانه از رورو سبز تنها مال‌های را میتوان گذراند که برای استفاده شخصی باشد، ولی مال‌های از این مسافر یافته شده ظاهرا مال‌های تجارتی میباشند. حجم و یک خیله بودن مال‌ها نشان میدهند که این مال‌ها برای استفاده شخصی پیش بینی نشده‌اند. گفتند در باجخانه سرگئی بلندن سردار باجخانه کلتسوو خبر داد که زن مسافر در صحبت با کارمندان باجخانه اعتراف کرده است که یک پسرش در یکاترینبورگ در مغازه کار میکند و این مالها را با خواهش پسرش به روسیه آورده است. خود این زن یا نزدیکانشان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند. این 44 کیلو مال را از این زن گرفته با مقصد معین کردن ارزششان به تشخیص فرستادند. نسبت به زن پروتکل مأموری ترتیب دادند و به او جریمه تعدیل میکند. به گفته کارمندان باجخانه بعد پرداخت جریمه او میتواند مال‌هایش را پس بگیرد، ولی تنها در صورت رعایت مقررات گمرکی و پرداخت همه باج و خراج لازم. این بار اول نیست که مسافران از تاجیکستان در فرودگاه‌های روسیه برای با خود آوردن مقدار زیادی مال‌های مذهبی به دست می‌افتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان.
خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.